از خاکی وطن گوری پدر در دل من مان، در دل من مان. مادر چو مزاری لبی جد در دل من مان، در دل من مان. در بسته و فرزندی پدر در پسی در است، در پسی در است. فرزندی پدر در پسی در دل من مان، در دل من مان. در کلوار ترانه های شما ترانه های بدیهه یعنی دو نفره خیلی زیاد است. این چی پیشنهاد است که همیشگی شما از بدیهه استفاده؟ ما حاضر میگم پجور این یک سیر دارد، یعنی که همون دور زمانی که ما در انسامبل استرادی گلشن کار میکردیم وقتی سرود یک کخون مثلا بسیار هست و مردم دیگر چیز میخواستند، همون وقتا یک نویگری باید باشد، یک سرود با همراهی خوانده بودیم، دویت بود، هم زبانی تاجیکی بود هم روسی بود، یعنی که چند زبان قطعی بود. همونا با ما میخواهیم که از نام یک بار دیگر تکمیل دیم، همونا ما باید پیشکش کنیم. تکمیل آهنگ میکنید یا که شعر رو عوض میکنید؟ همش از اول میشود، شعر عوض نمیشود، لیکن چی میگن تکمیل موسیقی ارانجیروفکا همه از نام میشود. برای روز پایتخت و جوانان پایتخت که این لحظه ما رو هم در صفحه های اجتماعی تماشا میکنن و هم از رادیو گوش کرده ایستادن، چی گفتن میخواهید برای ساکنان پایتخت؟ گفتن میخواهم که پایتخت همه کسا باید دوست داریم، یعنی که برای وطن و ملت خودمون، یعنی که همه یک جایه شده خدمت کنیم از تحت دل و خدا کند که پایتخت ما روز به روز از این هم زیادتر گلشکافان و زیبا و در تمام مملکت ها و در روی دنیا نامی پایتخت ما و نام تاجیکستان عزیز ما یعنی پرچمش هم وقت پرافشان میشه. سلامت سربلند باشید. روز پایتخت برای شما هم مبارک باشد.